سلام، من سامان سهرابی فرد در خدمتتون هستم با جلسه 4 از سری آموزش‌های الکترونیک. ممنون میشم مثل همیشه ویدیو رو تا انتها تماشا کنید، لایک کنید و ما رو سابسکرایب کنید. خب این جلسه میپردازیم به بحث برادبورد که ببینیم اصلا برادبورد چیه، کاربردش چیه و چطوری میتونیم ازش استفاده کنیم. ببینید برای اینکه شما یه مداری رو تست کنید نیازه که این قطعات به همدیگه متصل بشن. برادبورد این قابلیت رو به شما میده که بدون احتیاج به لحن‌کاری شما قطعاتتون رو به هم متصل کنید و خروجیش رو ببینید که آیا اصلا این مداری که شما طراحی کردی کار میکنه یا نه. داخل آزمایشگاه الکترونیک هم خیلی کاربرد داره. پس مزیت بزرگش اینه که بدون احتیاج به لحن‌کاری به شما این امکان رو میده که حالا با توجه به ابعاد خود برادبورد شما یه سری از قطعات رو به هم متصل کنید. هزینه زیادی هم نداره، شما میتونید حالا از سایت‌های معتبر اینو خریداری کنید و حالا لازمه جلسات آینده اینه که شما کار با برادبورد رو بلد باشید. خب ببین دوستان، برادبورد همونجور که مشاهده میکنید یه سری حفره ها روی خودش داره که اینا با یه نظم و ترتیب خاصی از زیر به هم متصلن. همونجور که میبینید اگر در نگاه اول شما برادبورد رو ببینید که به چند قسمت تشکیل شده: قسمت اول، قسمت دوم، قسمت سوم و قسمت چهارم. اولین نکته، هیچ کدوم از این قسمت ها به همدیگه مرتبط نیست، یعنی این یک تیکه جدا از برادبورد، این یک تیکه جدا و اینم همینطور، اینم به همین شکل. پس شد چی؟ 4 قسمت ما داریم. یه نکته جالبی هم که داره، میبینید یه سری زبونه ها اینجا داره و یه سری حالا فرو رفتگی ها. شما میتونید چند تا برادبورد رو به هم متصل کنید. خب این از این. من الان میام با ماژیک واسهتون میکشم روی برادبورد، علامت گذاری میکنم که ببینید پایه های داخل چجوری به هم متصلن. اولین نکته، این ردیف بالا از این نقطه تا این نقطه به هم متصله. ببینم با ماژیک واسهتون بکشم اینجا. این نقاط از داخل به هم متصلن به این صورت. فقط همینا به هم وصلن. حالا داخل بعضی از برادبوردها شما میتونید مشاهده کنید، البته اونا خودشون به صورت خط کشی مشخص کرده. ممکنه ما یه نمونه دیگه برادبورد داریم که این نقطه تا این نقطه به هم متصله، اما داخل این مدلی که الان من دارم بهتون آموزش میدم فقط این ردیف تا وسط. ببینید اگه اینجا هم دقت کنید یه فاصله‌ای هست بین این دو بخش. پس ردیف بالا فقط به هم دیگه متصلن، با ردیف پایینی هیچ ارتباطی نداره. ردیف پایینش هم به همین شکل از این نقطه تا این نقطه به هم متصله. این از این. خب دقیقاً قرینش هم میشه چی؟ روبروش. اینم به همین شکل. ردیف پایینم باز به همین صورت. من دیگه برای اینکه حالا تایم ویدیو طولانی تر نشه دیگه نمیگم، فقط بدونید که دقیقاً اینا قرینه هستن. حالا این دو ردیف به چه صورته؟ این دو ردیف شما فقط 5 تا خونه عمودی به هم متصلن. فقط 5 تا خونه عمودی، با خونه کناریش هیچ ارتباطی نداره. ردیف پایینم به همین شکل به هم متصل به این صورت، یعنی فقط 5 تا خونه‌ای که زیر هم دیگه قرار گرفتن. حالا میریم به صورت عملی هم تست میکنیم که نتیجه کار رو ببینید. من میام چه کار میکنم؟ حالا از 2 تا سیم استفاده میکنم اینجا، مثلا یکی رو در نظر میگیرم منفی و دیگری مثبت. میبینید 2 تا خونه زیر هم میام منبع تغذیه‌ام رو متصل میکنم. سبز رو میگیرم منفی، آبی رو میگیرم مثبت. این است. دوستان اینا دیودهای نورانی یا LED هستن. اینم که مقاومت
فعلا برای اینکه بهتون نمایش بدم باشون کار میکنیم، ولی خب مطمئن باشید داخل جلسات آینده واسه تک تک هر کدوم از این قطعات توضیحات کاملی خدمتتون ارائه میشه. فعلا برای تست برد بورد ازش استفاده میکنم. من میام یه مقاومت میذارم سر راه مثبت و میذارمش به صورت دلخواه داخل یکی از این خونه ها. این است پایه مثبت LED من وصل میکنم به مقاومت. گفتیم چی؟ گفتیم این 5 تا خونه فقط به هم متصلن، یکیش که استفاده شد برای یکی از پایه های مقاومت، پس من 4 تا خونه دیگه دارم که میتونم قطعاتم رو بهش متصل کنم. اولین LED و میام ببینید اینجا الان ما یه دونه فضای آزاد داریم. طبق همون چیزی که داخل جلسه گذشته گفتم، باید ولتاژ از سر مثبت وارد بشه، از قطعات ما بگذره و در نهایت از آخرین قطعه خارج بشه و در نهایت برسه به منفی. الان من تا اینجا مثبت الیدیم رو به مقاومت وصل کردم، پایه منفیش رو هم اینجا متصل میکنم. من الان پایه منفی رو هر کدوم از این ردیف پایین، خونه های ردیف پایین نصب کنم، LED من روشن میشه. ببینید داخل هر کدوم از این خونه هایی که من بذارم روشن میشه، چون به هم متصلم. حالا کاری که میخوایم انجام بدیم، فرض کنید این که بخوایم یه دونه قطعه دیگه، یه دونه LED دیگه ما اضافه کنیم. کافیه LED دوم رو برداریم، دقیقاً زیر LED اول قرار بدیم، همون خونه هایی که LED بالایی قرار داره. ببینید یه یادآوری کنم طبق جلسه گذشته، این مدار چیه؟ موازی. ببینید هر کدومه که در بیارم اون قطعه کار خودشو انجام میده، به هم وابسته نیستم. این هم هست. اگر سوالی داشتید راجع به برد بورد داخل کامنت ها بپرسید، قول میدم که جواب بدم. خب جلسه 4 هم همینجا به پایان میرسه. منتظر جلسات بعدی باشید. آموزش‌های جالب و خفنی داریم واسهتون و همونجورم که ابتدای ویدیو گفتم ممنون میشم که لایک کنید، سابسکرایب کنید و این کلیپ رو واسه دوستاتون بفرستید. موفق باشید.